در اینجا یک چیز عجیب هست که نگاه کنید آدمایی که بالا هستند سیاست بازی میکنن شتابی که گفتیم جنگ با قرقیزستان اعلان کردن و همه این قربان سیاست رو کی میبیند همه آدمایی که در صف پایان هستند همین آدمایی که در صف پایان هستند میگویند که من در سیاست قوشی نیستم من در سیاست کار ندارم همین ها قربانی های و مرده رفتن در این سیاست و در آخر دیدیم که با همین آدمایی که بالا هستن با همون در یک سری سوستال نشستن و زبان یافتن ولیکن کی ضرر دید همه آدمایی که در پایان هستند و این بالا بودگی ها من میکنن که شما در سیاست خوشی شوین فقط کار شما قربانی سیاسی مثال دیگر دولت روسیه همه بچهای ما رو دپورت میکند و همین ضرر رو که میبیند با میبینیم همون آدمای در صف پایان همین یک چیز عجیب است شما در سیاست خوشی نیستید ولیکن همه قربانی های ضرر سیاسی را شما میبینید